خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی با تقدیم از استودیوی مرکزی ما در پراگ است. سلام، من مومین احمدی هستم. امروز 22 ایول است. سرخط خبرها. تحقیق کشتار دو زن فراش در اداره زمینی ناحیه دیوشتیچ. نزدیکان قربانیان عدالت و مجازات قاتلان را طلب دارند. مقصدی باید دیگه بودگی نموشهایی باید کارگی 200 میلیون سامانی امانت بانک کجا شد؟ رهبران این بانک مفلسی مشتریان و بحران مالیوی جهانی را سبب می‌دانند. هر یک بحران مالیوی اقتصادی اول شده به بانک‌ها تاثیر می‌رساند. قرقیزستان امیدوار است که با شیر اسب سیاحان را به این جمهوری کوهستانی جلب می‌کند. من طعم آن را حتی تصویر کرده نمیتوانم. در عربستان سعودی چیزی مانند به این نیست. برنامه را با خبری از ولایت سوغد آغاز میکنیم. مقامات انتظامی ناحیه دیوشتیچ میگویند کشتار بیرحمانه دو فراش در اداره دولتی این ناحیه را تحقیق میکنند. روز 16 ایول در بینای اداره زمین ناحیه دیوشتیچ سوختار به عمل آمد و فردایش دو زن فراش این اداره بیرحمانه کشته شدند. انگیزه کشتار چیست و آن چگونه رخ داده است؟ همکارم فرزان محمدی به جای حادثه رفت و با پیوندان کشته شدگان صحبت کرد. گزارش او را با هم می‌بینیم. 5 روز باز خانواده عائله فاضلوف در دهه غزنترک ناحیه دیوشتیچ ماتم دارند. از این خانواده وارثه فاضلوی 56 ساله و عروس این عائله امیده زاکروی 45 ساله که هر دو در یک اداره همچون فراش کار می‌کردند کشته شدند. حادثه روز 17 ایول در داخل بینای اداره کمیته زمینی ناحیه دیوشتیچ رخ داده است. همکاران زنان کشته شده و نفران در این حادثه گمانبر آماده نشدند در این باره تفصیلات بدهند، ولی گفتند از آن روز مقامات انتظامی در اتاق چند از آنها را بستند و پی تحقیق حادثه هستند. پیوندان زنان کشته شده انگیزه کشتار را به رخداد سوختار در آن اداره ربط می‌دهند. پدر امیده میگوید حادثه اول سوختار روز شنبه 16 ایول روی داد و در پی زنگ تلفنی او دخترش را برای پاککاری در حال به اداره رساند. ولی این حادثه یک روز پس نیز تکرار یافته و منجر به مرگ فراش زنان شده است. دکتر همونست مون نبیه ممکن همونست همین کانتورش این فکر خودم ممکن همین کانتورش وان میرسوزد سیر اشکال نمیشه سیر مقصد این فکر خودم من burada برفتم بعد اینو همونست کار بود نشده که خیالم با پاپتون رفته کارگارو معلوم نبیود سیری شبانگی پزار معلوم نشود توزه کنی رفتگی مقصد علمی توزه کنی رفتگی و یا اوزه یه پلان کشیدگی همه آدمو دویم روز رواد با مشاهد دوست ما اول با مشاهد دوست با مشاهد دوست مجبور همین کار بود رفتگی دیگه و مقصدی باید دیگه بودگی ما مشاهد همین کار کردگی و ورسه جون و یا با 13 تا زخم بود همش جزنی وزنی و یا سمرتیلنی بود آنی و ورسه جون با 11 تا کار زدگی اساساً کارد یکم زدگی شما این دیل با پیش دیل قفای دیل بود دیل بزدگی سونی جگر بزدگی سونی و اسنانگی زخمای خیلی وای زخم بفوت نمی اساساً دیل بزدگی جگر بزدگی زخم احمد بفوت. مقامات تفتیشاتی با گذشت تقریباً یک هفته از این حادثه هنوز هم درباره آن یگان اطلاع رسمی نشر نکردند. ولی به قول منبع‌های رادیو آزادی در پی این حادثه اول پاسبان اداره رجب عالیموف و سپس متخصص کمیته زمین ناحیه دیوشتیچ صحاب‌الدین منورزاده بازداشت شدند. نظری نزدیکان بازداشت شده و وکیل مدافع آن در این باره دسترس نیست. همچنین انگیزه کشتار نیست. نزدیکان قربانیان حدس میزنند که این قتل را چند نفر انجام دادند. من خیال میکنم اینجا دو کس بود جای همکاراشان که مناسبتش نهایت بهترین بود. از وارث فاضلوف یک پسر و از امیده زاکروف 3 دختر مانده است. پیوندان کشته شدگان میگویند که دو زن به سختی روز میگذرانیدند و طلب دارند که قاتلان باید جزای سزاوار بینند. فرزان محمدی، رادیو آزادی،
ناحیه دوشتیچ. نمایندگان پالاتای حسابی تاجیکستان میگویند در بانک دولتی امانت بانک کمبودی بزرگ مالی آشکار شده است. بزرگترین بانک دولتی تاجیکستان که مسئول پرداخت معاش و نفقه های دولتی است اصرار می‌ورزد که سبب این وضع بحران مالی میباشد. تفصیلات در گزارش علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله. پالاتای حسابی تاجیکستان در بانک دولتی امانت بانک بیش از 200 میلیون سومونی کمبودی مالی آشکار نموده است. راهبریت امانت بانک میگوید چنین مشکل با عیب مشتریان سر زده است که از بانک پول قرض گرفته سر وقت برنگردانیده‌اند. کمبود ما در همین سمت است که با ما بعضا مراجعت میکنن که شما همین قرض ناسنجیده دادین، تحلیل نکرده دادین. لیکن ما دویم میگیم که هر یک بحران مالیوی اقتصادی اول شده به بانک‌ها تاثیر میرسونه. برای چی؟ برای که میزاج بانک با مشکل دچار شده اگر البته که به بانک تاثیر میکنه پول بر نمیگردد. مثلا رئیس امانت بانک گفت مسئله قرض در بانک سری بانکی بوده با یگان مقامات حتی با پالاتای حساب پیشنهاد نمی شود، ولی با سرکشی از پرداخت آن خودی آنها با این نهاد سنجشی معلومات پیشنهاد کردند. نمایندگان پالاتای حساب بر این نظرند که کمبودی ها را آنها در پی اودیتی انجام دادهشان در بانک آشکار ساختند. با قول رئیس این نهاد نسبت مشتریان بانک با مقامات دادستانی پرونده ارسال کردند ولی کمبود مالی پورا برقرار نشده است. 18 پرونده با پرکاتور جنرالی ارسال نموده. در نتیجه ولی قانون پرکاتور جنرالی با مبلغ 50.4 میلیون حالت برقرار کردند. داخل 104 میلیون در اونجا اکثریت فایز جریمه و محرم است. در امانت بانک و پالاتای حساب تصدیق نمودند که برای چنین کمبودی ها در برابر مشتریان نسبت کارمندان بانک نیز چاره‌جویی شده است ولی جزئیات بیشتر ندادند. نمایندگان پالاتای حساب سال گذشته نیز گفته بودند که در امانت بانک بیش از 41 میلیون سومونی ضرر مالیوی آشکار شده است. با اطلاع پالاتا این مبلغ از صورت حساب مشتریان به اجازه آنها گرفته شده است و تا حال پورا برقرار نشده است. پیشتر آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با коррупсияи тоҷикистон ду масъули амонатбонкро барои интиқолу мубодилаи ғайриқонунии маблағҳои ин ниҳоди молӣ боздошт карда буд. ин ду нафар дар бинои асосии бонк дар шаҳри душанбе фаъолият доштаанд. амонатбонк бузургтарин бонки давлатии тоҷикистон аст ки дар саросари кишвар намояндагӣ дошта масъули пардохти маоши кормандони буҷавӣ, нафақаи бознишастагон ва дигар кӯмакҳои иҷтимоии давлатӣ аст. برنامه را با گزارشی از دوشنبه ادامه می‌دهیم. فروش مال و محصولات پس‌صفت در بازار و مغازه‌های تاجیکستان همیشه موضوع بحث شبکه‌های اجتماعی است. برخی عکس این یا آن محصولات را می‌گذارند که صفتش بد است و یا مهلت استفادهش گذشته است. اداره تاجیک استاندارد نیز این شکوه‌ها را تصدیق کرد و گفت در نیم سال اخیر ده‌ها تن محصولات پس‌صفت و کهنه شده را پیدا و نابود کردند. همکارانم براد یوسفی و سرویناز روح‌الله در این باره گزارش می‌دهند. در 6 ماه اولی سال جاری تاجران و صاحبکاران بیشتر از 23 تن مال و محصولات پس‌صفت و مهلت استفادهش گذشته را برای نابود کردن به انبارهای آژانسی تاجیک استاندارد سپردند. مسئولان تاجیک استاندارد میگویند به خاطر همکاری و رعایت کردن حقوق استعمال کننده نام چنین صاحبکاران را آشکار نمی‌کنند و بر اضافه قدردانی می‌شوند. خیلی در نوار می‌بینیم از شرکت وارد کننده محصولات خارجی یعنی در مهلت استعمالش گذشته با مقدار 8854 عدد محصولات گوناگون پارفیمری کسمتیکی با اجنسی طبق درخواست شرکت وارد گردید و طبق ترتیب مقرر گردیده روزهای نزدیک در پرتگاه سخت معیشی شهر دوشنبه طبق ترتیب مقرر گردیده در هیئت کمیسیا نیست نابود می‌گردد. با گفته مسئولان مقامات تاجیک استاندارد در میان تاجران و صاحبکاران و استحصال کنندگان یک معرکه گسترده را راه اندازی کرده است که هدف آن به بازار راه نیافتن محصولات پس‌صفت و مهلت استفادهشان گذشته می باشد. اینچنین در نیم ساله اول مقامات آژانسی تاجیک استاندارد تاجران و صاحبکارانی را که مال و محصولات پس‌صفت و مهلتش گذشته را به فروش گذاشته بودند در حجم بیشتر از 620,000 سومونی جریمه کردند. هنگامی دادن صحیح و مانیتور بازارهای جمهوری در 1364 حالت که وارد کردن خود در سعودی عربی نکردن خلابات سال مجدد می‌بینید تکنیکی و فیدی استفاده کننده آشکار کرده شد و به صورت
سودتون شورای معمولی هم بیشتر شده است. соҳибкорон мегӯянд риоят кардани талаботи сифати молу маҳсулот дар бозор боиси ҷалби бештари харидорон ва бозоргир шудани молу маҳсулоташон мешавад. Тоҷикстандард низ ҳамзамон озмуни маҳсулоти беҳтаринро баргузор карда, ҳамчунин соҳибкоронро қадрдонӣ мекунад. این نشانه آن است که صفتی محصولات ما جوابگوی استانداردهای جهانی میباشد. сарфи назар аз ин иқдомҳои мақомоти Тоҷикстандард бархи харидорон шикоят мекунанд ки ҳоло низ дар бозорҳои Тоҷикистон молу маҳсулоти пассифат ва муҳлати истифодаашон гузашта зиёд аст. Дар нимсолаи аввал ба Тоҷикстандард аз чунин ҳолатҳо 50 нафар шикоят кардаанд ки ба гуфтаи ин ниҳод ин рақам нисбат ба солҳои қаблӣ хеле коҳиш ёфтааст. و گزارشی از کشوری همسایه قرقیزستان کشوری معروف در میان کوهنوردان تلاش دارد با قمیص نوشاکی که از شیر اسب آماده می شود سیاحان بیشتر را به اینجا جلب کند. با باور ساکنان بهترین وسیله قوی کردن بدن این نوشیدن قمیص است و آببازی با آن است. همکارم زرنگیز نوروزشاد درباره این نوشاکی گزارش تهیه کرده است. در ولایت چوی واقع در کوهستان قرقیزستان سیاحان و مهمانان را با قمیص پیشواز میگیرند. قمیص از نوشاکی های معروف این کشور است که از شیر اسب آماده می شود. این نوشاکی توجه سیاحان زیاد را به اینجا جلب می کند. ما درباره قمیص و سمال از دوستانمون شنیدیم. آنها به قرقیزستان آمده بودند. ما هم تصمیم گرفتیم آمده بچشیم. من طعم آن را حتی تصویر کرده نمیتوانم. در عربستان سعودی چیزی مانند به این نیست که من توانم آن را مقایسه کنم. برخی از مهمانان به شیر تازه یا خام با نام سمال برتری میدهند. آنهایی که به اینجا می آیند امکان دارند در یورت یا خیمه ها تکیه زده از این نوشاکی های خاص قرقیزی لذت ببرند و همزمان زندگی در کوهستان را احساس کنند. من کوشش میکنم هر سال ماه مای ایون به اینجا بیایم و شیر اسب بنوشم. مشاهده کردم همان سالی که من قمیص نمی نوشم خودم را ضعیف حس میکنم. وقتی قمیص بنوشم حتی زمستان بیمار نمی شوم. خودم را خوب حس میکنم. در این آخرها شماری سیاحان روس بیشتر شده است. مقامات تلاش دارند با واسطه قمیص یا نوشاکی از شیر اسب سیاحی را رشد دهند. دوره طبابت با قمیص موسمی است. در این موسم از داخل و خارج کشور مخصوصا از کشورهای سابق شوروی به اینجا می آیند. قمیص به تمام بدن فایده دارد. حالا برای نوشیدن قمیص و طبابت با آن مهمانان زیادی از کشورهای عربی و اروپا و روس ها آمده ایستادند. با گفته ساکنان بهترین وسیله قوی کردن بدن این نوشیدن قمیص و آببازی با آن است. همچنین آن چون بهترین تشنشکن در گرمای تابستان دانسته می شود. حالا در 3 روز 200 لیتر قمیص می فروشیم. به اینجا قمیص نو و از شیر تازه کشیده شده می آوریم. این یکی از بهترین نوشاکی های قرقیزی است. آن هیچ ضرری ندارد. قمیص بخشی از فرهنگ قرقیزها هم هست. چوبی که برای تهیه قمیص استفاده می شود بیشکک نام دارد. میگویند نام پایتخت قرقیزستان هم از همین جا منشأ میگیرد. برای قرقیزها این نه تنها تجارت است بلکه تاریخ ما با آن پیوند است. گذشته های ما قمیص را نه برای طبابت بلکه در زندگی هر روزه خود استفاده می کردند. دوشیدن اسب نظر به گاو دشوارتر بوده است. این مهارت خاص را طلب می کند. معمولا این کار موسمی بوده در میانه های ماه می و ایول انجام می شود. در همین موسم هم سیاحان به این کوهستان می آیند تا بدن خود را قوی کنند. با همین برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. خبر، عکس و ویدیوهای ما را هر لحظه می توانید در صفحه های ما در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، توییتر و وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. با ما باشید تا به خبر نمانید.